سلام، اینم یک کشک بادمجون رژیمی فقط با 2 تا قاشق روغن، نه حالا 3 تا قاشق روغن. خب بادمجون روش چند تا کات کردم، زیرش رو پیاز و گوجه گذاشتم، رفت توی فر با دمایی که توی کپشن می‌نویسم. بعد که در اومد بادمجون رو توی کاسه گذاشتم، روی سلفون کشیدم که خوب عرق کنه و پوستش راحت کنده بشه. اون پیاز و گوجه رو ریختم توی مایتابه با 2 تا قاشق روغن، یه ذره پوره سیر ریختم روش و گذاشتم خوب نرم بشه و پشت قاشق لهش کردم. پوست بادمجونا رو گرفتم، خوب ساتوریشون کردم و به اون پیاز و گوجه توی مایتابه اضافه کردم. بهش براش یه پیاز داغ درست کردم که توی روغن پیاز و فلفل و زردچوبه و نعنا رو سرخ کردم و به این کشک بادمجون اضافه کردم. بهش گردو اضافه کردم و کشک به اندازه که دوست دارین و آماده شد. توی ظرف سرم کشیدم و با چیزایی که پیاز داغ و اینا تزیینش کردم. فرقی که این کشک بادمجون داره، آره خب میبینی اصلا روغنی نیستش، مثل کشک بادمجون روغنی یک گلو آدم سر نمیخوره بره پایین. این چیزای بدو داره، ولی خب از اون طرف هم خیالت راحته، میتونی راحت تر بخوری، اونقدر روغن هی نمیدی پایین. خلاصه خوشمزه است. امیدوارم درست کنین و ازش لذت ببرین و برای دوستاتونم بفرستین. بای.